بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. به یه روز دیگه از من خوش اومدید، به چنل یوتیوبم خوش اومدید و به یه ویدیو دیگه از من خوش اومدید. بچه‌ها، من براتون داشتم ولاگ میگرفتم، ولاگ اسباب کشی که ما اساس کشی کردیم به یه خونه دیگه و متاسفانه من اصلا موقعیتش واقعا شرایطش پیش نیومد. اصلا توی شرایط و موقعیتی قرار گرفتم که اصلا نتونستم براتون ولاگ اون خونه‌ای که 5 ماه توی زندگی میکردیم و بگیرم براتون. راستیتش میخواستم بعد اینکه وسیله رو بردیم از خونه خالی براتون ویدیو بگیرم که دیدم مامانم کلید رو داده به مثلا صاحب جدیدی که میخواد داخل اونجا ساکن بشه و الان ما اومدیم به همین خونه جدیده و اتاقا کامل مثلا مرتب، حال پذیرای مرتب و اینا، مثلا همه وسیله رو گذاشتیم، سر جاش و اینا. آشپزخونه هم همینطور، کلا خونه آشپزخونه هم کامل تکمیل کردیم. یه دقیقه وایسا من اینجا ویدیومو بگیرم. نمیدونم اینو بگیر. بعد کل خونه تکمیله، بعد ویدیوشو میگیرم. خونه خالی شد، منظور این که آدما رفتن، بعدون کامل میگیرم. تو برو اونور، بعدون ولاگشو میگیرم و اینا. بعد اینم از این. درباره امتحان اقتصادم و خدا رو شکر خوب دادم، بد ندادم، ولی 1.5 نمره ننوشتم. 1.5 نمره ننوشتم و بعضیاشم نصفه نوشتم و اینا، ولی نمره خوبی میارم و اینا. بعدش که دیگه چی شد و اینا، بعد اینکه از امتحان اقتصاد اومدم، حافظه گوشی من پر شد. بعد اینکه از امتحان اقتصاد اومدم من فکر میکردم که یه روز خالی یه روز کامل میتونم بعدش استراحت کنم، بعد بشینم برای امتحان ریاضی مثلا ببینم چه شکلی و اینا بخونم. وایسا، خب باشه یه دقیقه بذار من ویدیومو بگیرم. بعد من گفتم که یه روز کاملا میشینم برای ریاضی تمرین میکنم. بعدش دیدم که همه مدیرمون گفته که امتحان تاریخ دارید، یعنی همین امروز، یعنی فرداش، یعنی دیروز به ما گفتن که امروز که میشه فردا امتحان تاریخ دارید. آقا من از اول سال 6 درس خونده بودم، 8 درس امتحان داشتیم. بعد من چون اساس کشی و اینا بود، بعد خانواده مامانم اومده بودن بهش کمک کنن و اینا، صدا بود و اینا، من نمیتونستم تو اتاق بخونم. بعد رفتم تو همون خوندم و اینا. داشتم چی میگفتم؟ بعد تو همون خوندم. بعد 5 درس خوندم و کلا از اول سال 6 درس خونده بودم و اینا. گفتم صبح بلند میشم 3 درس مثلا روخانی میکنم، یه پس زمینه‌ای داشته باشم، حداقل چند نمره ازش بنویسم و چند نمره از اون 2 درس 7 و 8 نمره بیارم. بعد نمره بیارم و اینطوری دیدم ساعت 10:30 اطلاع دادن که امتحان فنون دارید و من اینطوری بودم که نشستم یه ساعته جمعش کردم، چون از اول سال 5 درس خونده بودم، 6 هم خوندم و اینا و کلا تا حدودی بلدم. اینطوری ولاگم براتون میگیرم، ولاگ این خونه رو اینطوری. به چش پف کرده منم توجه نکنید. اینطوری دیگه همین. الانم ساعت 3 امتحان دارم، الان ساعت 11:44 است. بنا به شرایطی زود زدم از خونه بیرون که حالا نمیشه گفت واقعا دست خودم بود میگفتم اینطوری. الان باید برم ساندویچ بگیرم و اینا. بعد ولاگشو میگیرم براتون.
همین دیگه، همین. نت درست بشه من خیلی باید فعالیت کنم تو تلگرام، تو یوتیوب، تو اینستاگرام و اینا. همین اینطوری الان باید برم ساندویچ بگیرم، بعد بریم امتحان بدیم و اینا. شاید هم از اون ور رفتیم پیش دوستام و من گوشیم واقعا حافظه نداره، نیازش هم نمیذاره من تمرکز کنم که ببینم چی میخوام بگم. کیفم از اونجا بعد یکی برمیداره. آره ولاگو اینجا براتون تموم میکنم. همین دیگه، همه چی رو بهتون گفتم. بدرود. مجددا سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من آخرین ویدیویی که براتون گرفتم ساعت 11:45 بود، 11:40 بود. رفتم با آبجیم. خب اومدم بیرون که سر و صدا هستش، چیزه بتونم قشنگ ویدیومو بگیرم و اینا. بچه من ولاگو داشتم میدیدم و اینا، دیدم خیلی من موقع صحبت میکنم. دست خودم هم نیست، اصلا خودم هم متوجهش نبودم. وقتی من صحبت میکنم خیلی میکنم تا به ذهنم بیاد و اینا. آره الان باز ببین میگم، سعی میکنم حرف نزنم، فکر کنم بگم نگم، رو اعصاب شما هم هستش که این عادت رو ترک کنم. آخرین باری که بعد اون ویدیو گرفتم ساعت 11:45 بود، 11:12 رفتیم با آبجیم ساندویچ خریدیم خوردیم و اینا. چقدر گرون شده. من الان اونجا 70 تومنم بدهی موند رو دستم، باید برم بدم. بعدش اومدیم خونه دوستم، یکم حرف زدیم خندیدیم و اینا. بعد رفتم امتحان دادم. امتحانم هم خدایش خیلی خوب دادم. به 4 نفر رسوندم، آبجیم خونه خودش نوشت، خودم نوشتم و اینا. بعد اینطوری من نمیدونستم با یه بار خوندم میتونم انقدر خوب بدم و اینا. امتحان علوم فنون داشتم، خیلی خوب بود. بعدش کیفامون رو گذاشته بودیم خونه دوستم که بیان بگیریم و اینا. الان دوستم باشگاه است، منتظریم بیاد و اینا. الان اومدم خونه دوستم، بعد گفتم حالا که من مثلا اومدم اینجا ادامه ولاگم براتون بگیرم. الان تو این ساختمان خونه ما بود دیگه، طبقه سومش. الان راهرو و پارکینگ رو بهتون نشون میدم، وایسید. این میای اینجا پارکینگه، بعد اینجا طبقه اول خونه دوستمه، اینجا راهروشه. بعد بذار در رو آروم ببندم. بعد اینجا راهروشه، اینجا آسانسورشه. بعد اینجا میخوره میری پارکینگ. وایسا بچه ببخشید پارکینگش خیلی تمیز نیست، این میدم فکر کنم سوسکی چیزی بود. میخوره اینجا. بعد اینطوری اینجا مثلا میره بالا در پارکینگ. بعد اینطوری اینجا اینا وسیله بقیه افراد ساختمونه، من نمیدونم چی هست. اینجا یه دونه سوت که مورد چندش هم شد. بعد اینطوری اینجا خونه دوستم هم گرشه من. الان میرم بهتون طبقه خودمونم نشون میدم. یو خب خونه رو نمیتونم نشون بدم چون صاحب داره و اینا، یعنی که خیلی از آدم ساکنش هستن. این خونه رو
یادتون باشه یه چیزی میخوام بگم. اینجا خونمون بود، الان 2-3 روز اسباب کشی کردیم و اینا. این خونه رو یادتون باشه. خب این خونه من یه همکلاسی داشتم چند سال پیش، بعد این خونه یکی از فامیلاشون و اینا اینطوری. اینم فرمم اصلا به دمپاییام توجه نکنید. چشام خدا رو شد پفش صبح خیلی پف داشت، الان پفش خوابیده اینطوری دیگه. بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب باشه. حافظه گوشیم همیشه داره اخطار میده. هر وقت من ویدیو میگیرم هودیمو با کفشمو ست کردم، تقریبی توناژش تقریبا شبیه هم بود. هوا زیاد الان سرد نشده و اینکه اینم بگم که بهتون چی میخواستم بهتون بگم. من اومدم بیرون، خیلی حس خوبی دارم، خیلی حس خوشحالی دارم. میخوام برم کپی بگیرم. البته هدف از این که میخواستم بیام بیرون دفترم میخواستم بگیرم، ولی دیدم دفتر داریم اساس کشی